سرخط خبرها. دیدار ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با رئیس اجرایی شرکت دلتا اینترنشنال عربستان سعودی. علاقمندی شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان از بهر سرمایه گذاری در افغانستان و نیاز 1.5 میلیون فلسطینی به سرپناه در غزه. به نام یاد خداوند. به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی عروج خوش آمدید. امروز شنبه 3 ماه اقربه 1404 هجری خورشیدی و اینک مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با شاهر التقی رئیس اجرایی شرکت دلتا اینترنشنال عربستان سعودی دیدار کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید در این دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز حضور داشته است. دو طرف پیرامون اکتشاف و استخراج گاز و اتصال پایپلاین گاز گفتگو کردند. رئیس اجرایی شرکت دلتا اینترنشنال با سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان ابراز علاقمندی نشان داده و وعده سپرده که تجارب خود را با انجینیران افغان شریک می سازد. دکتر محمد فیصل سفیر امارات اسلامی در باکو با کنعان نجفوف معاون شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان دیدار کرد. سفارت افغانستان در آذربایجان میگوید که در این دیدار پیرامون گسترش همکاری‌های تجاری، افزایش صادرات نفتی، مشکلات ترانسپورتی و برخی موضوعات دیگر گفتگو شده است. به گفته این سفارت، آقای نجفوف از گسترش همکاری‌های نزدیک با افغانستان اطمینان داده و ابراز امیدواری کرده که به زودی به افغانستان سفر کند. خبر دیگر این که مولوی نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن در سفرش به ولایت زابل از شهرک‌های شیخ متی بابا و مجید زابلی در شهر قلات دیدن کرد. وزارت شهرسازی و مسکن هدف از این بازدید آقای حقانی را ارزیابی وضعیت این شهرک‌ها، بررسی مشکلات موجود و برگزاری نشست‌ها میان مسئولان برای طرح برنامه‌های انکشافی آینده عنوان کرده است. آقای حقانی در جریان این بازدید گفته که ساختار فاز دوم شهرک شیخ متی بابا و توزیع آن برای مهاجرین برگشت کننده به زودی آغاز خواهد شد. با گفته آقای حقانی، وزارت مسکن و شهرسازی به تلاش‌های خود برای رفع نیازهای توسعه شهری، نظم و رفع نیازهای سرپناه خانواده‌های برگشت کننده در شهر قلات ادامه می‌دهد. و خبر آخر این که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلان کرده که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون فلسطینی در نوار غزه به سرپناه فوری نیاز دارند. این سازمان در گزارش خود گفته که صدها هزار نفر در غزه در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند، اما خانه‌های آنان به آوار مبدل شده و برخی از آنها از خریطه‌های آرد و برنج برای محافظت از خود استفاده می‌کنند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که با وجود آتش بس، محدودیت‌های سیستماتیک از جمله تأخیر در ورود کالا از گمرک، محدودیت عبور از گذرگاه‌ها و ناامنی دوامدار همچنان مانع کمک رسانی در غزه می‌شود. سپاس از حضورتان به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی عروج. وقتتان خوش. خدا نگهدار.